جامعه طرف رفاه و آسایش میره. ما این را قبول میکنیم که دنیای امروز از لحاظ مادی بسیار پیش رفته. اینطور نبوده که مردم افغانستان مردم تنبل و عاطل و بیکاره بودن. اینطور نیست. مردم افغانستان نسبت به تمام ملل دنیا مردم آگاه و بیدار بودن. بیداری و آگاهی مردم افغانستان به این سبب است که اینا با دعوت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و عبدالرحمن بن جمهوریت دین مبین اسلام قبول کردند و قدیمترین کشور در کشورهای عجم افغانستان است که دین اسلام قبول کرده. این از بسیار تعقل و تفکر بزرگ کار میشه. این گپ ساده نیست. این مردم در ساختار کشورشان بسیار فعال هستند. خود چرا ما کشور خود نساختیم؟ چرا ما اینو تو هتل مجلل را نداشتیم 20 سال پیش؟ 30 سال پیش چرا نداشتیم این هتل مجلل؟ اینا ما تو ساختمان‌های مجلل ما شما را استعمار نگذاشت. ما را استعمار دنیا نگذاشت. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان تجاوز کرد، دنیا به خاطر بقای خود که در رأسش آمریکاست، فعلا در رأسش اروپا است، به خاطر بقای خود جهاد افغانستان اکمال کرد و سر ما اول به فضل و عون خداوند جل عظمته و بازوی پرتوان اینمی مردم غیور شوروی شکست خورد، رفت گلمش جمع شد. حتی در دنیا نقشش امروز نیست من حیث اتحاد جماهیر شوروی. خب وقتی که ما خلافت را حاصل کردیم، کمونیستا و بیدینا لادینا در افغانستان گلمش جمع شد، حکومت اسلامی در افغانستان عرض اندام کرد. تمام کشورهایی که امروز داد از دوستی میزنند دسیسه چیدن با ما و شما، نگذاشتن که ما بعد از یک آلام و درد فراوان یک نفس آرام بکشیم. ما را به هم انداختن. اما در اینجا گناه است که است، گناه از ما شما است که ما به مردم نفهماندیم که اگر نظام طرف یک قطبی رفتن میره، او دوباره اسلام برای خود خطر احساس میکنه. او دیگر اسلام من حیث سیال و من حیث همزیست خود در دنیا قبول نمیکنه. شما ببینید که امروز در فلسطین چی حال است. امروز ببینید مسلمان های عراق با کدام حالت است، مسلمان های افغانستان در چی زندگی میکنه. آیا ما امین مهر سکوت را در دان خود بزنیم یا بگوییم که تمام حرفای تو دسیسه علیه اسلام است؟ برادران، من منشی شورا هستم، یعنی در پارلمان افغانستان منشی هستم. هیچ گاهی هم از موقف خود نمیترسم. خدا شاهد واحد است که از اینمی استیج و پایین شم و آنم به شهادت میرسم. ما هیچ گاهی هم کتمان حقیقت نکردیم و هیچ گاهی هم نخواهیم کرد. الله اکبر. به خاطر از اینکه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه را شما ببینید تا آخرین لحظه عمر خود احد 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 صدا میکنه. اما ما نباید به خاطر موقف رسیدن، نباید به خاطر احراز کرسی ها العیاذ بالله قرآن عظیم شان رو به خود زیره بسازیم. ما نباید به خاطر احراز کرسی های دنیا، مشهور شدن در سیاست و سیاست مداری العیاذ بالله قرآن زینه بسازیم. برادرها، بیایی یک مجموعه خرد نیست، این بسیار یک مجموعه بزرگ است. در این همی جا با خدا تعهد بکنیم که خدایا ما به خاطر دین خود خون خدا به مثلی که فدا کردیم عالم حاضر است. الله اکبر. الله اکبر. و این همی جا با خدا تعهد میکنیم که خدایا ما در برابر دین تو با هیچ نامعاملتن نمیتیم. شما ببینید وقتی که هر کس در برابر دین خدا معامله کرد و رسوا شد،
بیاییم شما روزای تلخ خدا به یاد بیاریم که خداوند به ما گفته که وقت کلید انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. بیاییم این روز به یاد بیاریم، بیاییم عهد خود با خدا تجدید بکنیم و اونمو روز رو به یاد بیاریم که با تفنگای دامپور برآمدیم، با تفنگ دامپور برآمدیم و علیه طاغوت مقاومت کردیم و علیه طاغوت ایستادگی کردیم. امروز چرا بر دهن ما مهر است که به هیچ زعیم، به هیچ وزیر، به هیچ وکیل و به هیچ کسی که صاحب منصب است برای او گفتن نمیتونیم که تو فساد نکن. آیا ما دین به باد فنا نمیتیم؟ شما ببینید یک خبیث بخیزه استاد شود قرآن عظیم شان به فارسی نوشته بکنه. شما علمای کرام خوب میدانید که تورات انجیل زمان به باد تحریف گرفته شد که از زبان عبری به زبانهای دیگه مبدل شد. آیا شما چی فکر میکنید که این یک دسیسه علیه دین نیست؟ کاملا اینو به صراحت به شما میگم که ایا استخدام شدن از شبکه های یهودیت و نصرانیت، از شبکه های لادینی و بیدینی تا قرآن عظیم شانه که ما قرآن لفظا و معنا به نام قرآن میشناسیم. وقتی که لفظش تغییر میکنه دیگه او هویت قرآنی خود از دست میده. اما تو رسیا نیست. ما خود قرآن من حیث لفظ و معنا قرآن میشناسیم، ولی یک خبیث قرآن عظیم شان به فارسی ترجمه کرد و او را مفت رایگان برای مردم توضیح میکرد تا به سالهای بعدی نظام بره به طرف سکولارستی و مثل که امروز در ترکیه حاکم است. وقتی که امپراتوری عثمانی از بین رفت، رسم و خط عربی از بین رفت، امروز شما ببینید چادر پوشیدن در ترکیه جرم است. امروز زن مسلمان، دختر مسلمان چادر پوشیدن نمیتونه، جرم است. اگر اینمو تو تحریفا، اینمو تو ترجمه های قرآن و زبانهای پشتو و فارسی در افغانستان شروع شود، شما چی فکر میکنید که نسخه های عربی از این بالاخره فرسوده میشه، کونه میشه و ما محتاج به او نسخه های فارسی و پشتو میشیم که با روز دیگه بر ما چاپ کنن و مو امیال آرزوهای خود رو وجود درک بتن و نموز که دین به طرف تحریف ببره. وظیفه کی هستی؟ وظیفه تو سر سفید است، وظیفه تو کلاه سفید است که امروز کلاه سفید به سرت است. وظیفه تو سر سفید است که به مردم تفهیم بکنی که این آدم نظر به فتوای مولا علی قاری رحمت الله علیه که این آدم یا مجنون است و یا زندیق است، این واجب القتل است. این وظیفه کیست؟ وظیفه موضوع است که به تمام مردم باید را برسانیم و الحمدلله ما این وظیفه را در شورا اگر برادران رسانه ها را مشاهده کرده باشند ما این وظیفه را انجام دادیم. موضوع مهم دیگه‌اش که برادران به سکوت خود میدان میکنیم، میگیم که وزیر صاحب تو فاسد هستی، اداره را جور بکن. خیر است برادران که ما شما باز در ایران اگر قربان شدیم. بیشتر برادران مثال دادم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در طائف به خاطر اینمی دین نعلین مبارکش از خون پر میشه. پیغمبر خدا به خاطر اینمی دین دندان مبارکش به شهادت میرسه. پیغمبر خدا به خاطر اینمی دین در جنگ احد، غزوه احد 70 تن ستاره دین از صدر اسلام از دست میده. وقتی که میده اینه بر مسلمان در دو حالت امر به معروف و نهی از منکر کردن وظیفه مسلمان است، به خصوص وظیفه علما است. وقتی که نمیتونیم امر به معروف و نهی از منکر کردن، زندگی مفهوم اصلی خود از دست میده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون. اینمی وظیفه موضوع است. عبادت تنهایی نیست که ما سجاده را گرفته یا به مسجد میریم یا در کنج خانه استاد میشیم شب تا صبح خدا نفل میکنیم.
این نیست تنها عبادت. دیگه برادران ما وقت شما رو نمیگیرم، خب یک گپ دیگر میزنم که جناب مظفری صاحب شاهد است در دستاربندی مدرسه توبیردی در پروان بر از علما گفتیم چه نفر فارغ این مبارزه 95 نفر امروز فارغ میشن. برادرای 95 که همینجا حضور دارن یک پیشنهاد دارم، اگر دین خدا را به مردم کما حقه رسانده میتونی دستار بسته کنی، اگر نمیتونی شریفانه برین کچالو بفروشین. اگر دین خدا را و مخلوق خدا که تو وارث انبیا عنوان شدی و تو را در وراثت خود پیغمبر قبول کرده، اگر دینش کما حقه رسانده میتونی، امر به معروف کرده میتونی، نهی از منکر کرده میتونی و در برابر هیچ نوع چالش تسلیم شده نمیتونی، دستار بسد. اگر نمیتونی، خدای ناخواسته در جمله علمای سوء، در جمله علمای تحریف کننده در روز محشر حشر میشی و لجام آتش گدانت لفت نظر حدیث پیغمبر. باز برو در بازار پینه دوزی کن و والله شرف داره. ما ز عزم خشم پشیمان نیستیم، ما ز عزم خشم پشیمان نیستیم، جدیت در کار داریم، سست ایمان نیستیم. نعره تکبیر. به خاطر از این که ما به خاطر از این دین 1.5 میلیون شهید دادیم. این کشور ما که تو ایران ما دیگه از تنبلی ما نبوده، ما در حراست از دین بودیم. خدایا ما در حراست از وطن خود بودیم. پروردگار ما تنبل نبودیم. خدایا به صدور ما و به نهان ما تو آگاه و علیم هستی که ما مردم تنبل نبودیم، ما در حراست دین و وطن بودیم. اما ما را دیگرا استعمال کرد. برادرای عزیز، علمای کرام، خدا کنه صحبتای ما خسته نشده باشیم و برای تک تک شما که امروز 95 نفر فارغ میشه، از خداوند بزرگ برشان توفیق مزید میخواهیم که واقعا مصدر خدمت به دین شود. سر به طاغوتان نهادن کار دونان است، سر به طاغوتان نهادن کار دونان است. مسلمان کی توان بوسید مکان الات و عزا را. پس از چند سال جنگ خونی اخگر بر این جنرال ملحد میری لشکر و فرعون و کرملین نواب بنوشت که نتوان فتح کرد. الله اکبر. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. سلامت باشید. خداوند جل عظمته ما شما را توفیق از این نصیب بگردانه که اول در کشور خدا، در کشور خود حکم خدا را تطبیق بکنیم و به ما خدا توفیق بده که تمام زعمای از کشور را به اهدینا صراط المستقیم راهنمایی و به امرایشان کمک بکنیم و از خداوند بزرگ به شما و قاطبه ملت افغانستان در خصوص و در عموم به تمام مسلمانای دنیا یک وحدت را میخواهیم. پروردگار عالم دعا میکنیم که پروردگار تو در بین مسلمانای دنیا یک وحدت را به میان بیاری. و صراحت بگوین آمین. خدایا مردم مسلمان چچین را از غولای روز تو نگاه بکنی. پروردگارا مردمای مسلمان و مظلوم فلسطین را از دسائس اسرائیل یهودیات تو نگاه بکنی. خدایا عراق مسلمانایش تو به امن آرام داشته باشی، از غولای سیاه تو نگاه بکنی. پروردگارا در هر کشور مسلمانی که جهان کفر به خاطر غلبه و سلطه خود
قدم میگذاره، پروردگارا قدمایشا با خونشان رنگین بسازی. پروردگارا به ما توفیق عزیز عطا بکنی که ما بتانیم در راه تو امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. خدایا هیچگاه ما را بزدل نسازی. خدایا قوت ایمان بر ما نصیب بگردانی. خدایا هر کس که در برابر از این دین دسیسه ها درست میکنه، پروردگارا دسائسشان تو خدایا به باد فنا بدی و بر ما قوت و جذبه جهاد و ایمان و اسلام را نصیب بگردانی. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. عن زياد بن حدير قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: